اجزای تشکیل دهنده سلولیت بر اساس توضیح که خدمتتون گفتم شامل این موارد میشه. 1. سلول‌های چربی بزرگ، همونطور که در 2. تاکسین ها و ریتنشن آب باعث افزایش حجم میشه. 3. سیرکولیشن پایین از نظر درنژ لنفی و سیرکولیشن خونی. و 4. ایجاد فیبروز در سپتا. این اجزایی هستند که در اثر عامل اصلی وجود آورنده سلولیت یعنی استروژن و به ویژه ایمبالانس‌های استروژنی به وجود آورند. یکی از اقدامات درمانی در واقع کنترل استابیلیتی استروژن و درمان کیست‌های تخم‌دانی یا درمان‌هایی از این دست هست که باعث ثابت بودن این تغییرات و کم شدن و حداقل کردن این تغییرات میشن. اما این کار باعث درمان و رفع عارضه که الان به وجود آمده نخواهد شد. برای این کار نگاه میکنیم به عامل اصلی. عامل اصلی در اینجا کاهش جریان خون هست. چرا که کاهش جریان خون باعث نبودن اکسیژن و عدم دفعه کربن، پایین اومدن متابولیسم سلول‌های چربی، جمع شدن توکسین ها و ریتنشن آب در ناحیه میشه و در نهایت ویروس ها هم از این وجود میاد. پس اولین اقدام درمانی افزایش سیرکولیشن و جریان خون خواهد بود. اقدام درمانی دوم افزایش متابولیسم سلول‌های چربی خواهد بود و اقدام درمانی سوم کاهش و از بین بردن فیبروز موجود در بافت‌ها. خب در روش اندرولوژی ما از هول دادن و به صورت فورسفول ایجاد جریان خون کردن استفاده می‌کنیم. به این صورت که در واقع یک رگ رو کاملا تحت فشار قرار میدیم و خون داخلش یا رگ داخلش رو به سمت جلو هول میدیم و با این کار ما میتونیم که به صورت مصنوعی و به صورت تحت فشار جریان خون رو ایجاد کنیم. با عکس‌های گرفته شده از بافت و روش آنژیوگرافی مشخص شده که عروق اطراف بافت سلولیت به صورت موینه و بسیار نازک هستند و بعد از انجام یک جلسه درمان 35 دقیقه‌ای اندرولوژی این عروق در واقع دیلاته میشن و تا 48 ساعت این دیلاتاسیون در واقع ادامه داره و بعد به تدریج کاهش پیدا میکنه. و هر جلسه درمان که 35 دقیقه زمان میبره ما داریم روی این عروق کار میکنیم و باعث افزایش سیرکولیشنش میشه. وقتی که عروق سیرکوله میشن اکسیژن به بافت میرسه و باعث افزایش متابولیسم در سلول‌های چربی میشه. متابولیسم سلول چربی رو افزایش میده، در نتیجه توده چربی درون سلول چربی به تدریج کاهش پیدا میکنه. مطالعات نشون داده که تا 230% میتونه لیپولیز رو افزایش بده روش اندرولوژی. کار می‌بینید که بسیار مؤثر هست در کوچیک کردن سایز سلول چربی. پس بعد از انجام درمان اندرولوژی اندازه این سلول چربی کوچیک میشه و همینطور میزان توده چربی در سلول کاهش پیدا می‌کنه. یکی از خواص اومدن در واقع خون و خونرسانی این هستش که دیوکسید کربن و تاکسین های موجود در بافت رو با خودش میبره. پس میزان غلظت در بافت کاهش پیدا می‌کنه و با کاهش میزان غلظت در بافت آبی که در اینجا جمع شده بود و محبوس شده بود خارج میشه. در نتیجه حجم کلی کاهش پیدا می‌کنه. کاهش حجم کلی باعث میشه که جریان خون دوباره راحت‌تر به وجود بیاد و فشاری که روی عروق هست کمتر بشه. در اینجا ما سیرکولیشن بهتری داریم و این روند دوباره بهتر ادامه پیدا می‌کنه.
ضمن کاهش حجم باعث کاهش حجم بافت میشه. هر وقت ما این بافت رو بیشتر درمانش رو ادامه بدیم کاهش حجم بیشتر میشه. با ادامه روند درمان اندازه سلول اشتراک میشه، فشار بافت بر روی عروق کاهش پیدا میکنه، جریان خون دوباره به حالت طبیعی خودش برمیگرده و می‌بینید که دیگه خبری از تاکسین ها و مواد خاصیت متابولیک در کپسول ما وجود نداره و به تدریج با کوچیک شدن سایز ما این حالت‌های برجسته و حالت پوست پرتقالی که در خواب داریم برام کاهش پیدا می‌کنه و باعث کاهش سایز میشه. یکی از اثرات اندرمولوژی ایجاد پالپیتینگ یا ضربه زدن هست که پالپیتینگ باعث از بین رفتن این فیبروزها و باز شدن فیبروزها میشه. در نتیجه ما هر 4 آرزمون رو با این روش میتونیم تحت درمان بسیار قوی و خوبی انجام بدیم. فصل هامون رو کوچیک کنیم با افزایش متابولیسم، تاکسین ها و ریتنشن رو از بین ببریم با ایجاد جریان خون به صورت اجباری و فورسفول و سیرکولیشن رو دوباره برمیگردیم به کار و همینطور فیبروزها رو از بین میبریم. نکته جالبی که هست اینه که ایجاد در واقع آرزه سلولی سال زمان میبره. تحقیقات نشون داده که اغلب مراجعه کننده ها برای کار درمان سلولیت و درمان عدم تناسب اندام در سنین حدود 33 سال تا 38 سال هستند. از زمان بلوغ که این پروسه شروع میشه تا زمانی که باعث ایجاد آرزه بالینی بشه میبینید که سالها زمان میبره. بعد از درمان روند ایجاد سلولیت در صورتی که مشکلات هورمونی وجود داشته باشه که خب به صورت ماهیانه آنها دارای یک تغییر هورمونی هستن ادامه میده و کار خودش و این پروسه رو دوباره شروع میکنه. منتها نکته‌ای که هست این که ایجاد این پروسه تا وقتی که تبدیل به یک آرزه بالینی و تبدیل به یک شکایت بالینی برای مراجعه کننده بشه 10 تا 15 سال طول میکشه و نتیجه بالینی شما به دلیل کند بودن روند ایجاد سلولیت هم 10 تا 15 سال برای فرد ماندگار خواهد بود. در صورت ایجاد ایمبالانس‌های استروژنی بیش از اندازه و یا مشکلات هورمونی مثل اختلالات بافت استروئیدی در واقع هورمون‌های استروئیدی و اختلالات کولگرنی امکان برگشت زودتر این آرزه در فرد وجود داره. نکته‌ای که مهم هست تکمیل درمان برای موندگار شدن نتایج بالینی بسیار مهم است که این رو در بخش